سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. پهن کردن ویدیوهای جسدی فوتیدگان و ترسانیدن مردم، بالا رفتن قیمت مواد خوراک در بازارها، دزینفکسیون و یا ضد عفونی کردن خوجند، سهم مهاجران تاجیک در محو ویروس نو در روسیه از ویدیو و صحبت‌های برنامه امروز است. با زیادتر شدن تعداد گرفتاران بیماری کووید 19 به دست شما شاید ویدیوهایی هم رسید که در آن جسدی را میبرند یا یک نفر میرود و روی جسدی را باز میکند و نقل میکند که چه شد و چه گذشت. بعداً ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی میبینید. یکی از مهاجران تاجیک در روسیه که نخواست نامش را بگویم، از مهاجران هموطنش التماس کرد که دیگر این کار را نکنند. چرا؟ از خودش میشنوید. السلام علیکم. با رادیو آزادی از شما خواهش داشتم که به مردم تاجیک خبر میدادین که همین ویدیوهای فوت همین مریشه که مثال ملت ما در همین غریبی هسته کمتر میپرتافتن در یوتیوب کانال و در مسنجرهای اینترنتی ساعتی در همین ایمو دا وایبر دا به هم نگارشان روی میکنن. با فکریم که اگه ملت همین کار کردنی نیسته نمیکنن، در همین تماشا میکنیم مردم خودش در ترس وهمه با همین ویدیوهای عبارا مردم در ترس عبارا مانده میکنند. همین کار نمیکردن خوبتر میشید. در واقع نشر چنین ویدیوها به گفته روانشناسان بر روحیه دیگران نیز تاثیر بد میگذارد و به خصوص اگر خویشاوندان خود فوتیده خبر نداشته باشند و عزیز خود را یک باره در چنین حالو در اینترنت ببینند. ویدیو دیگری که حالا میبینیم از مرکز ولایت سوخت رسید که در آنجا نیز شبانه برای پیشگیری از احتمالی سرایت بیماری کووید 19 کوچه ها را دزینفکسیون و یا ضد عفونی میکنند. شهر خوجنده دزینفکسیون که دوستان خلق بینیتون احتیاط شویتون هیچی نباشیدم پروست احتیاط شویتون شد. سامه گلانه احتیاط میکنتون خودتونه تمام هیچی نباشیدم سامه گلانه احتیاط. واقعا مقامات تاجیکستان میگویند در کشور یگان موردی سرایت ویروس نو ثبت نشده است و دزینفکسیون یا ضد عفونی کردن خیابانها برای پیشگیری از سرایت بیماری است. در روسیه که مهاجران زیادی تاجیک کار و اقامت میکنند، بسیاری در کرانتین هستند و حق بیرون آمدن از خانه ندارند. عین زمان یک قسمی از آنها در جنگ روسیه به ضد کرونا ویروس کمک میرسانند. این یکی از مهاجران تاجیک است که خود را زوری بیگ معرفی کرد و رادیو آزادی گفت که به تعطیل کار میکند و به ضد عفونی کردن خانه و مؤسسه‌ها در روسیه مشغول است. در روسیه تاکنون ویروس نو به بیشتر از 93,000 نفر سرایت کرده است و تقریبا 8,500 نفر شفا یافتند. تأثیر بحران کرونا ویروس به نرخ‌ها در تاجیکستان را هم البته احساس کرده. یک گزارش رادیو آزادی دایر به بالاروی قیمت مواد خوراک از جمله کارتوشکا یکی از موضوعهای بود که این هفته بسیاری ها را به بحث کشید. کاربری که خود را حقیقت سزبه معرفی کرده است نوشته است بالا رفتن قیمت ها مردم را به تشویش آورده است و باید حکومت چاره بیاندیشد. او میگوید در این حالت باید از جانب دولت دتاتسیا اعلان کرده شود، واردات محصولات نیاز اولیه را از باج گمرکی و بعضی اندازها آزاد کنند تا نرخ در بازارها تنظیم شود. نرخ اردی ذخیره دولتی این زمان 210-215 سامانی است، نرخ اردی صاحبکار از 240 تا 250 سامانی. کاربر با نام صاحبکار مقامات تاجیکستان را متهم کرده است که در اندیشه مردم نیستند. او در صحیفه ما نوشته است اگر همین مقامداران در فکر خلق باشند ارزان کردن نرخ و نوا هیچ مشکل ندارد، اما افسوس مقامات برای فکر کردن این چیزها به مثل کارتوشکا و اردو و روغن وقت ندارند، پروا هم ندارند، نمیخواهند وقت قیمت خود را برای این چیزهای بیهوده صرف کنند. کاربری با نام معلم از مردم خواسته است به بازار نروند، کمتر بخرند تا قیمت‌ها خود به خود پایین بیایند. شرحش چنین است: ای مردم 2-3 روز به بازار نروید، هیچ گپ نمی شود، نرخ پست می شود. شخصا من در 1-2 هفته یک مرتبه به بازار می روم. صاحبان اساسی محصولات بازار خویش و تبار رهبران می باشند که به پس روی نرخ هوسمند نیستند. برمیگردیم بعد دیدن ویدیوهای شما و دهقانی یک مهاجر تاجیک در روسیه را میبینیم که برعکس کارگران ساختمان و فروشگاه ها بیکار نمانده است. اینتا دهقانی کرده گشتیم. با امید زیبایی و خوبی در زندگی همه شما برنامه امروز را به پایان میبریم. تلفنی که میبینید وایبر، واتساپ، ایمو و تلگرام دارد و برای قبول ویدیو و خبرهای شماست. وبسایتی که میبینید برای پاسخ گرفتن به سوالهای بی جوابتان. تا دیدار در برنامه دیگر.